بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و اصحابه و من والاه. خواهر با ما سوال داد که برادرم فقط مرا دشنام میدهد، دشنامای قبیح، سخنهای بد میگوید، حقارت و دشنامهایی که در ناموس انسان تأثیر سخت میرساند. التماس به همین برادر من چند نصیحتی کنید. اولا یک دو آیت از آیاتهای قرآن کریم را میخوانم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. آنهایی که عهدی که با الله بسته بودند به خاطر اینکه اطاعت فرمان الله به جا میارن، عهد شکنی میکنن و قطع میکنن اون چیزی که الله به وصل کردنش امر کرده است، یعنی قطع صله رحم میکنن و در زمین بعد از این فساد میکنن. اونها از جمله زیانکاران هستند. والذین ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. این آیه هم به همین آیه اول خوندگی نزدیک است معناش. و آنهایی که عهد شکنی میکنند به آن عهدی که به الله جل جلاله بسته بودند، بعد از عهد بستن، بعد از اینکه گفتن ما عمل میکنیم به عهد بسته خود، و قطع میکنن یعنی میبرن به اون چیزی که الله امر کرده است به وصل کردنش، یعنی قطع خویشاوندی، و در زمین فساد میکنن. آنها مستحق لعنت الله هستند، در لعنت الله گرفتار هستند و برای آنها در قیامت بدی از جانب الله در عذاب جهنم، عذاب دردناک دوزخ آماده است. یعنی گرچند که این آیه برای قطع صله رحم اشاره میکند، اما وقتی که انسان به خواهر خودش، به اپه خودش، به مادر خودش، به برادر خودش، به یک نزدیکترین انسانی که باره وی صله رحم است اینقدر دشنام و حقارت و بدگویی و بدبینی میکند، باید از عذاب الله بترسد. رسول اکرم علیه السلام در حدیثی که ابو هریره رضی الله عنه روایت میکند که رسول الله علیه السلام را شنید که میگفت: ان العبد لا يتكلم بالكلمه ما يتبين فيها يزل بها الى النار ابعد مما بين المشرق والمغرب. متفق علیه. و دو سه حدیث دیگر بر همین معنا آمدگی است. انسان یک سخن میگوید که به اون پروایی ندارد، به یک کلمه گفتنش، به یک سخنی که میگوید اهمیت هم نمیتید چی گفت، به همون سخن در آتش دوزخ میغلطد به مقدار مسافه دوری بین مشرق و مغرب. یک انسان یک سخن میگوید که با اون سخنش پروا هم نمیکند، اهمیت هم نمیتید، یعنی یک سخنی در فکر خودش و قدر ارزش زیادی هم ندارد، بر رضوان الله که الله از اون سخن راضی میشد، انسان درجه های بلند جنت میبرد. اما انسان یک سخنی بد میگوید که در اون سخن سخط الله، غضب الله هست، الله از اون سخن ناراضی است، انسان با اون سخنش که چقدر گناه بزرگ هم که مرتکب شده است به دوزخ پرتافته میشه. برادر عزیز، اگر این سخن ما به تو میرسد، این آیات هایی که خونده شد و این حدیث نبوی که خونده شد، دان که در روز قیامت رسول اکرم علیه السلام از صحابه ها پرسیدند که اتدرون من المفلس؟ آیا میدونید که مفلس یعنی به زبان روسی بانکرات شده کی است؟ صحابه ها گفتند المفلس فینا من لا درهم له و لا متاع. مفلس در ما شخصی است که یگام درهم، یگام متاع، یگام پول و مال و پیسه، ماشین، خانه هیچی نداره، همه را از دست داده است
رسول اکرم علیه الصلاه و السلام گفتن ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامت بصلاة و صیام و زکات. مفلس از امت ما اون نفری هست که شاید خودت نماز میخونی، روزه میگیری، زکات میدی، حج رفتی، شاید نیت حج رفتن داری، خیر احسان و صدقات میکنی شاید. که گفتن مفلس از امت ما همون است که روز قیامت میآید، نماز زیاد خونده است، روزه گرفته است، کارهای خوب انجام داده است، زکات داده است. اولین چیزی که میگه گناهی که مرتکب شده است و قد شتم هذا، یک انسانی را حقارت کرده است، دشنام داده است. اون که این حقارت و دشنام به خواهر خودت است، به سیله رحم خودت است، به یک نفری که از یک پدر از یک مادر هستین فکر میکنم. به همین هر یکی انسانایی که دشنام و حقارت و خون ریخته است و مال کسی را گرفته است، در ناموس کسی یک چی گفته است، همه اونها از مالش میگیرن. بعد از این که مالش پره گرفتن، باز نفرای میاین که میگه از ما مالمون گرفت، حقارت کرد، دشنام داد، خون ریخت و از گناه های اونا میگیرن، در بالاش بار میکنن، بعد از دوزخ میپرتوینش. از این وعیدها باید شما سخت بترسین برادران عزیز، که این وعیدها یعنی فقط تنها برای ترساندن نیست، این واقعیت حقیقتی است که روز قیامت آمدنی است. الله ذوالجلال در یک آیت از آیات قرآن میفرماید ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. انسان هر سخنی که از دهانش میبرارد، برای اون سخنش ملائکه هست که مراقبت میکنه اون سخنش و میشماره. کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون. برای انسان ملائکه های الله موکل کرده است در کتف راست و چپ انسان که میدونن که انسان چیکار میکند، همه اونو مینویسن. احتیاط کنید برادر عزیز از این بدگویی ها. اگرچه خواهر شما عیب و گناه و کمبودی هم که داشته باشه، شما باید به حکمت باید بفهمونین. زیرا که علما میگن برای یک انسان روز قیامت 4 مرد الله عذاب میکند اگر از طاعت الله خارج شوه. انسان از زن اگر از طاعت الله خارج شوه، برای اون زن 4 کس الله روز قیامت میپرسه. پدرش، برادرش که خودت هستی و شوهردار شد، شوهر شوه، بعد از او فرزنددار شد، پسردار شد، پسرش کلان شد، به بلوغت رسید، از پسرش میپرسن مادرش که مادرت چرا در راه بد رفت، یا که شعارهای اسلام به جا نمیاره، سطر نمیکنه، که نماز نمیخونه. در عموم یعنی خودت یک مسئول هستی که از خواهر در پیش الله مسئول هستی، جوابگر هستی. احتیاط کنید برادر از این سخنها. رسول اکرم علیه السلام در دیگر حدیث فرمودند که سباب المسلم فسوق و قتاله کفر. دشنام دادن و حقارت دادن یک مسلمان این فسق است. فسق یعنی خارج شدن از طاعت الله، یعنی تو از چارچوبی که الله کشیده است بیرون برآمدی، فاسق شدی. و جنگ کردن با مسلمان این کفر است. اگر انسان خون یک مسلمان حلال بدانه و همراه اون جنگ کنه، همچون یک انسان غیر مسلمان خونش حلال بدانه ریختنش، این کفر است. احتیاط کردن در کار از این که انسان با برادر خود، با خواهر خود، با اپای خود یعنی بدگویی، بدزبانی کنه. برای یک سخن انسان در دوزخ چقدر سالها میماند. الله ذوالجلال ما و شما را توفیق بندگی عطا بفرماید، خصوصا خودت برادر عزیز الله توفیق عطا فرماید، در راه اهدنا الصراط المستقیم هدایتت بفرماید و برای خواهر خود، برای اپای خود مهربان باشی، اونها را سرپرستی کنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.